مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صدمه پرقربانی صبح 8 ینور سال 2024 در شهر کولاب را شهر داد و گفت بر اثر این صدمه 2 نفر هلاک گردیده، 5 کس دیگر جراحات گوناگون برداشتند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، صبح 8 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 9:15 راننده ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده زایروف امروخان سال تولدش 2003 ساکن شهر کولاب هنگام حرکت از سمت کوچه شوین به سمت کوچه اوفیز شیروزی از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه دیو سیلو تحت اداره عبدالرحیموف کرمت الله سال تولدش 1989 نیز ساکن شهر کولاب برخورده است. در پی این برخورد ماشین تمغه دیو سیلو به نقطه فروش حجره‌های استقامتی که از طرف چپ کنار راه جایگیر می باشد زده در آمده است. در نتیجه صدمه کارمند نقطه فروش خانه ها کنجایف اسماعیل سال تولدش 1971 ساکن شهر کولاب و راننده ماشین دیو سیلو عبدالرحیموف در جای حادثه به هلاکت رسیدند. اینچنین 3 مسافر ماشین تمغه دیو سیلو و راننده ماشین تمغه اوپل استرا زویروف و مسافرش جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. گفته می شود در خبر وزارت کارهای داخلی. بنا به خبر دیگر وزارت کارهای داخلی، شام 7 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 18:00 در شورای دوشنبه کولاب راننده ماشین تمغه اوپل استرا شریپوف عبدالقاور سال تولدش 1979 ساکن نویه واسه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت نویه واسه واقع در حدود جماعت دیوت سیبستان نویه دنغره از عهده اداره نمودن واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد سیفالله زین الله سال تولدش 1966 ساکن نویه وخش را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد سیفالله جراحات وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.